این شکل یک نماد وروده برای رسیدن به مرحله جدیدی از آگاهی، یعنی عبور از ناآگاهی به آگاهی، عبور از رنج به پذیرش آگاهانه و آرامش، عبور از محدودیت به گستردگی درونی. نیم دایره دیده میشه که همیشه نشانه حمایت و آغوش بازه برای مخاطبانی که محدودیت جسمی، روحی و روانی دارند. پیام این نیم دایره چیه؟ اینجا ورود به درگاهی امن و نورانی است. اما مارپیچ نماد قدیمی برای آگاهی و رشدی آرام و پیوسته، برگشت به درون خود، سیر تکاملی و درمان خود، تحولی از هسته وجود خود. مارپیچ این نماد به مخاطب میگوید تحول بیرونی از درون شروع می شود و هر کسی حتی با تمام محدودیت‌هایش هم میتواند رشد کند. اون خطوطی که مال نور بالاست کشیده شده مثل نور طلوع هستند. پیامش چیه؟ روشن شدن ذهن، گستردگی، امید، فرکانس بالا، شروع یک مرحله نو. اینجا نور است و راه است و امید هست. رنگ طلایی و بنفش. بنفش در روانشناسی مخصوص کسانی است که در جستجوی حقیقت هستند. بنفش رنگ آگاهی، معنویت، تحول درونی و آرامش. اما طلایی رنگ از نظر روانشناسی ما بررسیش نمی کنیم دیگه، چون گسترده تر از اینه. رنگ طلایی رنگ روشنایی، حکمت، ارزش و اعتبار و نور. این دو در کنار هم یعنی ارزشمند بودن مسیر آگاهی و نور درونی است. شاید بپرسی هما اون نیم دایره رو من پیدا نمی کنم. همون بخش بالایی فرمه زیر اون اشعه ها، زیر اون با قول معروف خطهای طلایی که کشیده شده، همون بخش بالای فرم درست جاییه که انحنا داره، مثل یک سقف میمونه، یک دره که قوسی شکله و همه ما از درون از این در گذر خواهیم کرد.